یه دانم که اگر پگاه امی میرم من زی عالم همه قصد خش امی گیرم من ای هر چیز که دارم هم مفکنده به آب یه چون آب به حال خش یه میگیریم من یه درد و علم و کیا خیبت میمیرم یه بهوده بود پیشین عجل تدبیرم ای داروی نموردن است زی مردن خوشنام یه من قصدی عجل روزی عمل میگیرم یه جانان بهارم خیلی میگذرد ای سنسیخ کبابم خیلی میگذرد ای با پرچینان خواب خناعت کردیم یه تر کرده بابم خیلی میگذرد یه خیر من پور پای خومه یه بادش که کند ای در دل غمی مردمه یه شادش که کند ای در زندگیم کسی به قدرم نرسید یه تا شب نمیره چرا یه یادش کی کند یه گلهای هزار رنگ ادارت کولاب ای مردانی بهار رنگ ادارت کولاب ای بخشی بلندی خش ای در خانه دوست ای آدینه و تار چند ادارت کولاب
خیرمن دشت دا نیست مرا یه اومد عجله بها نیست مرا یه اومد عجله که سر و بال ماندم یه صدای دریغ میشو نه نیست مرا غافل مباش بندگی عمرت دوباره نیست ذکر خدا بکن که ای مرگ چاره نیست در زندگی بکوش که فرصت غنیمت است زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست فریاد زی دست فلکی جام کبود یارانی مرا یگان یگان آمده بود گر عادتی فلک همی خواهد بود یک روز دیگر نوبت ما خواهد بود یک روز دیگر نوبت ما خواهد بود زنجیر سری زلفی تو مجنونم کرد نادیدن روی تو جگر خونم کرد ناگه نظرم فتاد بر خالی لبت خالی لبی تو ز شهر بیرونم کرد خالی لبی تو ز شهر بیرونم کردی حوصله آن که دلیرت بینم نه طاقت آن که دیرت بینم می آیی و نشسته برمیگردی در نیمی نفس چگونه سیرت بینم در نیمی نفس چگونه سیرت بینم ای خدای مهربان خرسند کن جان مرا یک بیشتی نازنین کن تاجیکستانی مرا یک بیشتی نازنین کن تاجیکستانی مرا خداوندی کریمی تو بسم الله الرحمن الرحیمی خداوندان تو پیران را نگهدار
جوانان را به مقصدشان رسانید، جوانان را به مقصدشان رسانید. نگفتن را بر سر سرخان کسی، به قدر شوی اگر خوری نان کسی. یک پارچه نان خاک، یک کاسه آب، بهتر بود ز مرغ بریان کسی. بهتر بود ز مرغ بریان کسی. یاران سخن پدر شکستن عیب است، در خدمت او کمر نبستن عیب است. بشنیدن درد دلی او آسان است، بشنیدن آرام نشستن عیب است. بشنیدن آرام نشستن عیب است. ای بعد مرگش در سرین خبرش گیری تنها چی سود؟ اوه از قفای تابوتش صداد گفتنها چی سود؟ ای حالتی که زنده بود قدرش نکردی نوخلف، سنگ به جان در سری گورش گذاشتنها چی سود؟ سنگ به جان در سری گورش گذاشتنها چی سود؟ سال ماها خواب بود بیمار نرفتی دیدنش، این زمان بالای خاکش پا نهادن ها چی سود؟ خواست بار تو ببینی خامتی خم گشتش، رو به سوی خانهش اکنون دویدن ها چی سود؟ رو به سوی خانهش اکنون دویدن ها چی سود؟ سیوم و 40 سالش این همه بیهوده است، مثل کرگس روی خانهش این پریدن ها چی سود؟ تو یقین دان قرض فرزندی دفاع والدین، ورنه از این بودن ما و تو در این دنیا چی سود؟ ای ورنه از این بودن ما و تو در این دنیا چی سود؟ آدم در زندگانی گوهری نایاب است، گوهری آدم به آدم دانش و آداب است. آدمی به درد کی داند عذابی دردمند، حالی به ما را کسی داند که
خود نوتاب است حالی به ما را کسی داند که خود نوتاب است زندگی مانندی دریایست که او طغیان شد زندگی مانندی دریایست که او طغیان شد شستی دریا را کسی داند که در گرداب است شستی دریا را کسی داند که در گرداب است آشنا را در بری ناآشنایان کم نزن عیب خود را بین از عیب دیگرها دم نزن رودبار شوکی از تو بهره یابد گوشه مثل سیلی آب بر دیوار یاران نم نزن مثل سیلی آب بر دیوار یاران نم نزن ای خدا جان مشکلی هر بنده تا آسان بکن وقتی مردن گوهری ایمان با ما همراه بکن ما نکردیم بندگی در نزد تو شرمنده ایم ای خدا جان بنده تایی راهی سیاش آسان بکن دو ملک آیم به نزدم چیز را بد را بگون دو ملک آیم به نزدم چیز را بد را بگون ربی من الله بگویم آن زمان گویان بکن ربی من الله بگویم آن زمان گویان بکن ای فلک ما را نکش که ما نوجوانیم نه شادی دیدیم نه شادمانیم بیرم ای کوچه پیران گذر کن رسد نوبت به ما خود روانیم افسوس که در عین جوانی مردیم در حسرت روی زندگانی مردیم تا زنده بودیم کاروانی کردیم از چنگ اجل در ناتوانی مردیم از چنگ اجل در ناتوانی مردیم خدای کریم که هیچ غریب ما نکنی بیماری دراز و به طبیب ما نکنی بیماری دراز و به طبیب خواستی خودت ایم جان جوانمون به نصیب ما نکنی ای جان
جوانم به نصیب ما نکنی شربتی مهنت چشیدن کاری هر نامرد نیست هر کس نامرد باشد قدر او چونگر نیست گر توانی بین یاران گوهری نایاب شو روزی تار بین مردم شعله آفتاب شو روزی تار بین مردم شعله آفتاب شو سبب عزت موجود نماز است نماز زینت درگاه معبود نماز است و نماز به نماز از نظر لطف خدا محروم است شب و روز محسد و محسود نماز است نماز کورکورانت مکن زدور یا جود و سخا بودی طاعت همه از بودی نماز است نماز شب و روز گر به حسین ابن علی گریه کنین شرط اول که دهد سود نماز است نماز شرط اول که دهد سود نماز است نماز گر گذشتی بر مزار خفتگان را یاد کن مسخه قرآن بخوان و روح آنها شاد کن چون بدیدی هر کجا ویران قبر خفتگان گر به دل ایمان داری منزلش آباد کن دربار خدا صاحب ایمانم کنه خواننده و داننده قرآنم کنه داننده قرآن میسرم نشوی اوه ای جمله مردمی نماز خوانم کن ای جمله مردمی نماز خوانم کنی با ادب اختران خدا را صدقه هم کرسی و هم عرش علا را صدقه دنیا را به خاطر محمد ساختند هم عرش علا هم مصطفی را صدقه هم عرش علا هم مصطفی را صدقه وای من صدقشم و چخمی ابروته وای در حال بناز گشتن نکای خوش روته وای هرچند که نگاه کردم ندیدم روته وای شمالای واسه جان بیارم بوته وای شمالای موری نباد بیارم بوته در مسکوم یاد کنم در مسکوم یاد کنم واسه دوستان عزیزم خش
باش فرزندامم گشتم مسافر کی رحم و شیدای بند او خدا نگه کنه همه موره او خدا نگه کنه همه موره یاران و برادران هم پیروره مهمان بگیرم آش زیافت کنم تا راضی کنم خدا و اوراهاره و تا راضی کنم خدا و اوراهاره نمازشان غریبی روح به من کرد دلم جولان زد و یادی وطن کرد نمیدانم پدر کرد یا برادره مرا گوشه‌نشینی هر وطن کرد شمالک میوزد کو یک حبیبم کو مادر خواهر و خویشی قریبم بر روی مرگ من ناله بسازدی که ای دیدار دوستان به نصیبم که ای دیدار دوستان به نصیبمی شمالک میوزد دلگیر دلگیر مسافر گشتیم ایوای تقدیر مسافری مرا دلگیر کرده فلک در گردنم زنجیر کرده ای دمادم ای دمد موی سفیدمه رها در جوانی می شویم پیری ازاق سیاه که می روی گوشت کرد خبری مرا رفتیه با اوچه جانم بر اول کی روی گریه و زاری من بگو باور کی نکنه زنده جداگی من بگو باور نکنه زنده جداگی من بگو اوی من بچه ای اوچه دار به اوچه شدم اوی بچه اوی اوچه دار سنگم نزنه
سال اوی شب قطره بارانی و روز ابری بهار اوی ما قوتی آمدن نداریم این سال اوی ای ما خطی عاشقی سلامی بسیار اوی ما قوتی آمدن نداریم این سال اوی ای ما خطی عاشقی سلامی بسیار اوی به مرشدم خبر ندارد اوچه اوی اوچه ما بگم بچه کش به مره اوی جون در کفی دست مختلی دیداره اوی اوچه ما بگم بچه کش به مره اوی جون در کفی دست مختلی دیداره اوی ما جمع شویم جمله فرزندانته اوی ما جمع شویم خاطر جمع شود اوی درد بشود و پاره های جانته اوی ما جمع شویم خاطر جمع شود اوی درد بشود و پاره های جانتی اوی خونت بخدر مانند ما همیرمه اوی تو جبر ستم ای بری خونت دادیمه اوی خونت بخدر مانند ما همیرمه چای جان یگان یگان یادم که اوی خاکستر کوچک کشیدم بادم که اوی گرمت باشم لعنتی دنیا بسرم اوی گرم باشم یگان یگان یادم که اوی گرمت باشم لعنتی دنیا بسرم اوی گرم باشم یگان یگان یادم که چای جان لختی جگرت گشتای کلان و چای جان چون من همه دو دارم خواهر منه در روی درم گشتای کلان و چای جان ای و چای یک حیات دامن پوری زن با دیدم و این فیزان هر شام و سحری
خدا چه بس و ای همرنگ ای پشتیبانی شاعر جوینده اینام از کبری رو گشته روان زاری بپنگ ای و چه یک حیات دامن پوری زر با دیده و انتظار هر شام و سحری خوردی غمی هر بچه دور ای بری خش یک بار نکردی فکری دردی سری خش ای خوردن غم و چقدر خم زدن خم افتاد از این پاتی بهاری پرش ای و چه یک حیات دامن پوری زده با دیده و انتظار هر شام و سحری ای و چه یک حیات دامن پوری زده با دیده و انتظار هر شام و سحری گلچیدم زدم شدره اوی سر اومدن سن زدم گفتم مادره اوی میخولا وفا داره میماین داره اوی خدا بکشم در پیش پای مادره اوی میانگم وفا داره میماین داره اوی خدا بکشم در پیش پای مادری ای پدر خوبه مادر نازنین است اوه برادر میوه روی زمین است برادر قدر همدیگر بدانه که جای همه ما زیر زمین است بزرگان که جا میرن نه تبدیلن ولی بیچاره میرن جوان مرگن مردان خیرتمند ولی که نوکزان سر ساله میرن گر گذشتی بر مزار خفتگان را یاد کن اگر گذشتی بر مزار خفتگان را یاد کن مذهب قرآن بخوان و روح آنها شاد کن چون بدیدی هر کجا ویرانه قبر خفتگان اگر به دل ایمان داری گر به دل ایمان داری منزلش آباد کن گر به دل ایمان داری ای منزلش آباد کنی ای باری خدا صاحب ایمانم کنه ای خواننده و داننده ای قرآنم کنه داننده قرآن میسر نشود ای جمله مردمی نماز خوانم کنه ای جمله مردمی نماز خوانم
کنی گنجینه در این عالمی ویرانه نماز است گنجینه در این عالمی ویرانه نماز است توحید بود توحید بود عالمی گنجینه نماز است به سجده به درگاه خدا را نتوان یافت اگر کعبه روانی دریا خانه نماز است اگر کعبه روانی دریا خانه نماز است ای مادر مادری بجان برابر مادری و دوباره نشیده به کس میسر مادری ای نالم زی غماتو تبر سر گیرم کاش که میمیره